قضیه از سالهایی شروع شد که یاشا یه کارگاه داشت و توش تشک‌های ورزشی تولید میکرد. تولیداتش حتی به بعضی کشورها هم صادر میشد. او بعد تصمیم گرفت بره تو کار تولید کفپوش‌های ورزشی، همون چیزایی که مثلا کف سالن‌های رزمی رو باهاش میپوشونن. برای اینکه ببینه چطور میشه تولیدشون کرد، رفت چین و تایوان. بعد از بازدید از کارخونه‌های شرق آسیا به 2 تا نتیجه رسید. اول اینکه تولید این فوم‌ها فقط به درد ورزش نمیخوره و دست کم 1300 تا مورد مصرف تو صنایع مختلف داره، و دومی که دستگاه‌های تولیدشون خیلی گرون و تخصصیه. یک کسب و کار سودآور با لوازم و تجهیزاتی که نمیشد تهیه‌اش کرد. این مشکلی بود که یاشا بنت جواد باهاش روبرو بود. یاشا مشکل رو به سبک خودش حل کرد. چندین کارگاه رو به خط کرد تا نمونه داخلی دستگاه‌ها رو براش بسازن و موفقم شد. حالا یاشا تونسته با وجود ده‌ها مشکل و کمبود کسب و کارش رو راه بندازه. کسب و کاری که اگه درست حمایت بشه ممکنه خیلی زود تبدیل بشه به تأمین کننده مواد اولیه ده‌ها کسب و کار دیگه. احتمالاً هم میشه تو چشماش همه چیز دیده میشه جز میل به تسلیم شدن.